guys, hello brothers and sisters. How are you? How is it going? سلام دوستان گرامی، برادران و خواهران عزیز. امیدوارم که همه کسا خوب و تنصیحت هستین. درسی 22 است از سلسله درس های انگلیسی در 99 روز. و چگونه که درسی گذشته برای شما گفته بودم که یک مکالمه بگیم با عدد 100 رو شروع میکنیم که یعنی دارای 100 مکالمه هست و درسی گذشته دو تای آن را گرفتیم. امروز باشد از سیوم آغاز میکنیم، 3 و 4، یعنی هر یک درس دو مکالمه گرفته میرویم. خب عنوان این مکالمه این است که What's your name? What is your name است در اصل. خب در اینجا What's your name? What's your name? نام شما چیست؟ خب این مکالمه در بین جان و جسیکا است. جان میگوید Excuse me, what's your name? ببخشید نام شما چیست؟ خب excuse me ببخشید، excuse me ببخشید. و what's your name نام شما چیست؟ My name is Jessica. My name is Jessica. نام من جسیکا است. What's yours? What's yours? خب اگر شما در خاطر داشته باشید یک چند درس پیش درباره جانشینی های صاحبی گرفته بودیم که در زبان انگلیسی جانشینی های صاحبی به دو گروه تقسیم می شدن، یعنی possessive adjectives هست و possessive pronouns هست. این yours از جمله همون possessive pronouns هست و گفته بودیم که اگر yours آمد بعدش دیگر اسم نمیاد، اما اگر your آمد بعدش اسم میاد. مثلا نگاه کنیم What is your name? Your name یعنی your آمد بعدش name آمد، your name. What is your name? اما در اینجا What's yours? Yours یعنی از تو، از شما، یعنی What's yours از شما چی؟ از شما چی؟ یعنی ببخشید نام شما چیست؟ نام من جسیکا است. از شما چی؟ خب جان میگه که نام من جان. و جسیکا میگه You speak English very well. You speak English very well. You speak English very well. تو انگلیسی خیلی خوب گپ میزنی. تو با زبان انگلیسی خیلی خوب گپ میزنی. خب جان میگه Thank you. تشکر. و جسیکا میگه Do you know what time it is? 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 خب میگوید که آیا تو میدونی که ساعت چند است؟ آیا تو میدونی که ساعت چند است؟ و در اینجا جان میگوید که sure میشود که البته. اینجا این سه ش خوانده میشود. Sure it's 5:10 p.m. It's 5:10 p.m. It's 5:10 p.m. یعنی ساعت 5:10 بعد از ظهر است. یعنی اگر AM آمد پس 5 صبح می شود، اگر PM آمد 5 بیگاه می شود. یعنی sure it's 5:10 p.m. یعنی بله البته ساعت 5:10 بعد از ظهر است، یعنی شام است. خب این را درباره ساعت ها شاید که یک درس علاوه بگیریم، اما این زمان اینقدر برای شما بگیم که مثلا این 5:10 p.m. میشود بگیم و میشود بگیم که 10 past 5 p.m. 10 past 5 یعنی
5 و 10 5 و 10 خب what did you say what did you say what did you say یعنی میگه چی گفتی چی گفتی یعنی به ماننده که خوب نشنویده است یعنی گپشه یعنی ساعت خوب نفهمیده است میگه که چی گفتی خب جان میگه I say it's 5:10 p.m. میگه من گفتم که ساعت 5 و 10 بگاهی است خب این چی گفتی میشه که هم نشنویده است هم برای تاکید مثلا یک نفر ساعت 6 مثلا کار دارد و یک جا باید سفر کند اما ساعت 6:30 شده است فراموش کرده است مثلا یا ساعت 6 یا 5 مثلا 5 دقیقه دیگه مونده است از همراهانش میپرسد که ساعت چند است میگه ساعت 6 و 10 بعدا وای میدونه که باید 6 و 10 دیگه جوابش میگه چی گفتی چی گفتی یعنی تعجب آور میپرسد که چی گفتی یعنی اون ساعت باید از دیگه جواب شه با همون یعنی what did you say what did you say what did you say what did you say چی گفتی خب جسیکا میگه thanks تشکر جان میگه you're welcome you're welcome you're welcome یعنی نمیارزد خب مکالمه چهارم رو میگیریم مکالمه چهارم asking directions یعنی پرسیدن درباره اتجاهها درباره سمتها یعنی درباره یک مکانی معین امی و مایکل در بین امی و مایکل است این گفتگو میگه امی میگه های مایکل یعنی سلام مایکل و مایکل میگه های امی what's up میگه سلام امی چی خبر چی حال داری what's up یعنی بعضی‌ها شاید فکر کنن که همون کلمه واتساپ استفاده میکنیم میگن در واتساپ خط کن کو همون شاید که به معنای همین باشد که چی حال داری نه به معنای این نیست یعنی اون واتساپ برنامه واتساپ واتس اپ است اپ دوتا یعنی A و PP یعنی واتس اپلیکیشن میشود واتس اپلیکیشن همون اپلیکیشن اختصار شده از اپ است اما در اینجا واتس اپ یعنی چی گپ خبر چی حال داری به معنی همین خب این میگه که I'm looking for the airport can you tell me how to get there میگه من فرودگاه رو کافته ایستادم airport فرودگاه میدان هوایی رو کافته ایستادم can you tell me how to get there میتوانی به من بگویی که با اونجا چخیل میروم چخیل میرسم به اونجا یعنی چخیل رفتم لازم خب مایکل میگه no sorry I don't know no sorry I don't know یعنی میگه نه ببخش من نمیدونم I don't know من نمیدونم خب این میگوید که خب اینجا میگوید که I think I can take the subway to the airport میگوید من فکر میکنم که من میتوانم مترو خطی تا ایرپورت برم تا فرودگاه روم یعنی I think یعنی من فکر میکنم اما با تاجیکی من یعنی فکر میکنم گمان میکنم یعنی با فکرم که من میتونم که با مترو برم یعنی میخواد با لهجه که گفته ایستم من میتونم که با فکرم که با مترو رفتم میتونم اما ترجمه خوب اگر ترجمهش کنیم میشه که من فکر میکنم که من میتوانم با واسطه مترو تا فرودگاه رفتم خب do you know where the subway خب اینجا سوال دیگر پیدا شد do you know where the subway is میگه آیا تو میدونی که مترو در کجا است خب یکم فرودگاه پرسید ندونید یکم سوال دیگه پیدا شد که میدونی که مترو در کجا است و مایکل میگه sure it's over there میگه بله
البته وای اونجاست، یعنی over there اونجاست، یعنی یک جایی که مثلا با چشم دیار است، یعنی اونجاست، یعنی it's over there it's over there. یعنی در توجیه میگم که وقتی یک کس میپرسه که مثلا داروخانه در کجا است، میگم هون داروخانه، هون داروخانه، هون داروخانه یعنی it's over there. و این میگه که where I don't see it where I don't see it میگه در کجای ندیدستمش، در کجا است ندیدستم. و مایکل میگه که across the street میگه که همین راه رو بگذر، street کوچه راه، همین کوچه رو بگذر، همین راه رو بگذر. خب این میگه oh I see it now thanks oh I see it now thanks. میگه now دیدمش، now دیدمش. میگه که من الان دیدستم، یعنی میبینمش، تشکر. و در جواب که مایکل میگه no problem هیچ گپ ندارد، no problem باکی ندارد، هیچ گپ ندارد. امی باز امی میگه که do you know if there is a restroom around here do you know if there is a restroom around here. میگه آیا میدونی که در این اطراف، در همین نزدیکی چی در کجا است، یعنی دستشویی در کجا است. دستشویی یعنی همون چی هست، حاجت خانه، یعنی دستشویی در کجا است. مایکل میگه yes there is one here it's in the store. میگه بله ما میدونم اینجا یک تا هست، یعنی در درون، یعنی فروشگاه هست. it's in the store یعنی در درونی فروشگاه. و امی در آخر میگه که thank you. مایکل میگه bye، امی میگه bye bye، میگه تشکر، خای. خب این بود دو مکالمه که امروز گرفتیم و میتونیم فکر و نظرتون رو در زیر این نوار نویسین. درس امروزه در همین جا به پایان رسید. خب وظیفه خانگی بتیم نتیم. خب وظیفه خانگی کسی گوتسته که بتیم همینجا دامی پریمیر کسی گوتسته که باید دیلش که وظیفه خانگی بتیم خوب میشه. مایلش وظیفه خانگی میتیم انشالله که میدارم که کار میکنه. نه مثلا شما در یک جای هستید و میپرسید که خب یکم میپرسید که چی بنویسیم. خب در برای مکان حضورش ننویسیم چون که درسی نو است. نویسیم که چه حال دارید دوستم، چه حال دارید دوستم. همین رو ترجمه کنیم. خب دویم نامی من فریضه است. نامی من فریضه است. نامی شما چی؟ این رو ترجمه کنیم. خب هر کس نام خودش بنویسه. اینجا من هم تگ مثال آوردم همچون یک نمونه. هر کس نام خودش بنویسه. خب سیوم من خوبم شما چی؟ من خوبم شما چی؟ یعنی یک نفر میپرسه که چی حال داره، میگیم که من خوبم شما چی؟ خب این سه جمله رو لطفاً به زبان انگلیسی ترجمه کنید. خب
вазифаи хонагӣ дарси гузаштаро фикр мекунам касе кор накард. хоб магарам аҷаиса ҷарима бандем. касе агар вазифаи хонагиро кор намекунад, магарам ки 10 видеоро ба 10 каса рӯй кунад. лекин ҳама осонаш вазифаи хонагӣ кор кардан хуб аст ки барои худтон ячи ёд мегирем. агар дидем ин хелам намеша ба 10 видео бод магарам плакиш кунем ҷаримара. яъне касе вазифаи хонагиро тайёр намекунад, ҷаримаш мекунем плаки. хоб инро як дарс гузашта буд. оё ту ба забони англисӣ гап мезанӣ? инро тарҷума кардан дар кор. хоб do you speak English? Do you speak English? خب تو از کجایی؟ تو از کجایی میشود؟ where are you from? Where are you from? تو از کجایی؟ از شناسایی شدم. خب اینش میشود it's nice to meet you. It's nice to meet you. از شناسایی شدم. خب این وظیفه خانگی درسی گذشته بود. وظیفه خانگی درسی امروز رو فراموش نکنید. گفتیم کسی تیار نکند، بعدا باز میبینیم. To have breakfast at 900 hours. Thank you. خب در همینجا درس امروزه با پایان رسید. تا درس های نوبتی موفق و مؤید و سربلند باشین و چگونه که امی گفت بای بای.